Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam yonimda mo'ltirab yotgan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. Unga dard tegadi, men yomon bo'lsam, keyin qanday yashab boshni eksam. Men bormanki mehr kutmas boshqadan. Bu mening onam, bu mening onam. Qush tinsa tinmagan bedorim, bu shoh jonimga madorim. Yalpizli lolali bahorim, bu mening onam, bu mening onam. سلام و درود بیننده‌های عزیز، تماشاچیان عزیز ما. امروز جمع تبریکاتی شهران در طرفخانه اولوبک جان برای تبریک کردن جشن زادروزی سنوبر خلا آمده. امروز تبریکات را از نام فرزندان با راهبری بانویتی، بهادرکه، علیشرکه، از مسافران از نام کلین پاشا، نگینویتی و از نام زنی گرایتی تبریک کردن. لحظه‌های خرسندی شادیانه را همراه شما عزیزان با هم ببینیم. با ما باشید، با شبکه شهران خرسندی و خوشبختی همراهتان باشد. السلام علیکم مهمانان عزیز، میزبانان، همه شما را برای امروز جشن زادروزی مادر عزیز، مادر مهربان خوش آمدید. قدم‌هایتان را بالای دیده می‌خوانیم. خدمت همین صحنه‌ها نزدیکتر ایستان. برای ما لازم است البته سلام برکالا نزدیکتر بایستید. سلام برکالا، زادروزی مبارک. روزی تولد را، میلاد عمر را برایتان مبارکباد می‌گویم. مبارک باشد. امروز شما را از نام جگربندان، از نام فرزندان عزیز، از نام نزدیکان، با راهبری بانویتی، بهادرکه، علیشرکه، از مسافران از نام کلین پاشا، از نام نگینویتی، از نام زن گرایتی، نبیره‌های شیرین تبریک میگویم. گفتم در آغاز سخنتان با همین سخنها سر کنید که خدا رحمت کند پدر عزیز ما. بسیار سالی وزبین بود، سالی دشوار بود. پاندمی و کرانتین آمد و از مابین ما بسیار انسان‌های نزدیک به قلب، به دل، به جان نزدیک انسان‌های ما را همراهی خودش بود. خدا رحمت کند پدر بابا را. عمر باقی مانده‌شان را خداوند کریم بهر مادر من، بهر بهشت خاندان ما رساند. همیشه صحت سلامت گردد و هیچ وقت کسل نشوند و خسته نباشد. امروز باشد بهشت خاندان ما، فرشته ما جشن زادروز دارد. همیشه صحت سلامت گردن. ما دوست می‌داریم، نقض می‌بینیم شدن. بعد از گذشتن پدرم هم پدر شدن، هم مادر شدن. دعاگوی سر ما فرزندان شدن. امروز باشد جشن زادروز دارد. ما می‌خواستیم هیچ وقت بیمار نشوند. اشک ریزد، اشک شادی باشد، از خرسندی از چشمانشان اشک ریزد. و ما فرزندان تاج سری طلایی کنیم مادر جان عزیزم را. برایشان رسانید که باز از دل شعر میگویم برای مادرم. باز از دل شعر میگویم برای مادرم. از صداقت میکنم جان را فدای مادرم. مهر بیمانند او را سالها پرورده‌ام. می‌نهم با شادمانی سر به پای مادرم.
خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم خدمتش را کردم و نوری سعادت یافتم چون بهار آراست عمرم را رضای مادرم پندی او را تا ابد در یاد می‌دارم نگاه از ضمیر قلب می‌آید صدای مادرم. سلام بر خودم حاضر راستگم دارابیری فرزندانو در اینجا کلید پاشاها میگویم که ما شکر میگویم از بودن چنین مادر. ما جوان هستیم، جوان بودیم، همخیل انسان هستند که کمبودی ما رو رسط میکنند و یکان کاری نیک آن را داستان میکنند بخیر. اگر یکان کسی را ناجیه کنیم، اگر یکان بار از زبانشان ما سخن بد را نشنام را نشنیدیم، ما خاندان و پیری شدنی و دختر شدن آمدیم. خدای شما شکر. برای ما دویمین مادر هستند. در سری فرزند و نبیره ها برای نبیره هاشان جان را فدا میکنند. من بگویم پسندان برای چنین مادر. مادر تو شهری بهترینی من، تو عبدی آسمینی من، تو ماهی را زمینی من، خدای در زمینی من. ایا مادر فدایت من، ایا مادر فدایت من، بمیرم من برای تو، نماید کس به جای تو، همه دنیا نمی‌ارزد مگر خاک پای تو. ایا مادر فدایت من. فدای قدم‌های شما شویم مادر عزیز. سلامت‌خانه مادران عزیز، همان روزی که زن را مانند شمایان مادران را خداوند می‌آفرد، بر دو دستانش جنت را تحفه می‌سازد. بعد از چند لحظه آمده بینند که مادر را بی فرزند، فرزند را بی مادر معنی نیست. بعد آمده به دست مادران فرزند را، ما فرزندان را تحفه می‌سازد. و مانند شما سرورخانه مادران به یکان اندیشه، به یکان فکر آن جنت را زیر پای خودشان گذاشتن. ما فرزندان را به آغوش گرم گرفتگی انسان این مادر است. بزرگترین شخصیت با بین هر دو دنیا ما ایستاده، ما فرزندان را با یک مشقت و عذاب به دنیا می‌آوردگی شخصیت بعد از خداوند آفریدگار این مادر است. سال رزقتان مبارک باشد. برای شما از نام فرزندان در این دنیا همه زنها را پرسید بگویم که از همه طرفه به بهادرین این اعتبار و مهر و محبت فرزند است. بعد از آن که به جسمی زن مانند کردن همین گل را پروردگار آفریده است، برای مادران طرفه می‌سازیم که آغوششان پر از زیبایی، دماغشان پر از خوشبویی شود بودن، دستانان خالی باشد. خرسک را بخواهد بزنید برای سلام کنم می‌ارزد و همه دو دست را تقدیم می‌کنیم. سال مبارک باشد. سلامت‌خانه اکنون برای شما دو خلافاتان را و حاضرانه و علیشرکه را تکلیف می‌کردیم. آنها را شما پهلوان کرده، مرد جسور کرده باقی رسانده. بیجانب و رسانده که مادر مهربان من شب را شب، روز را روز نگفته. ما خودمان پدر مادرش را بعد شنیدیم که از آن پدر مادرش قدر دشوار بوده است. یک شب اگر فرزند بیمار شود، اگر تا صبح یگان مادر کار نمی‌کند، در سر آن گوهره نشسته الله می‌گوید. اگر در پوچش خال خردگه با اینجاهایش با وجدانهایش علم خالها را می‌چیند. این بزرگترین شخصیت مادر است. یادم ما می‌خواستیم سرفاتان را و حاضرانه علیشرکه را تکلیف کنیم. یک جای شیرینی را بودیم که جایی شادروان پدر عزیز پرده‌بابا معلوم نشود و در دو پهلوی مادر یک جای نزدیکتر ایستند. و همه به حاضرانه علیشرکه اگر عروس من تو بالای رفته شده باشد، شما را تکلیف می‌کنیم برای مادر جان و مادر که سرشار مهر و محبت است، مادر که چشمه خشک نشونده مهر است. مرحبا و حاضرانه بچینند از بودن از آتش پرستان مادرم، موج مویهای سفیدم از سفیدی دل است، با همه پژمردگی سامان بستان مادرم. روز و شب خوابت نمی‌آید ز سوزش‌های دیر، در غم من کوچه خندان خانه دیگر مادرم. خیلی مادرکم خیر تا مادر مادرکم می‌خواستیم با نوعی که تبریک بیاد مادر جان برحمت. بیجان ما بر سب سلامت باشه. سرکی مهم با سرکی فرزند بکن با سرکی نیارت بکن
ترکامات کلام درام شد نداری همیشه بینه الهی ما باش میاد هر سفر گفتن نصیب کنند انشالله شما دیده هم نمیدونید بودم تام باش کن جای بیرون معلوم نکنه پیش دیگه تام بردار باش کن رحمت شما تا دنیا بودنم باشه ترکامات و سلامت باشه بله تشکر سلامت باشم اکنون تامتون رو نزدیکتر ببینیم مرحمت شنیده یک جمعه رو زادروز مبارک باشد خدا کنند که 120 ساله شده دو نبی پیریمه همتر استرانوی کلام سمرقند را شما تبریک کردن نصیب کنند Стали звезды на не зря день рождения собираются все друзья и чем больше друзей в окружении чем нового настроения и самых преданных друзей. مادر فرشته فرزند است برای شما انجامی دو پرین پاشا انجامی نگرایتی و زنگرایتی انجامی بالایتی در اینجا زر و زیور داریم دستمانه اطلاع و انگشترین اطلاع داریم برایتان تقدیم میکنیم شما از این هم زیادتر شما ارزنده هستید زادروزتان مبارک باشد مهمانان خرسک هم ازش خرسک بیفروشده بسید عمل کنم تشکر از مهمانان یک کاری میشنویم که خواهران کلین ها عمه ها نزدیکان در اینجا به فکر همسیفان هم هستن نه دوباره ها کلاسمان که بود خودتان نمی کلاسمان همیشه می از همسیفان مرحبا انا تبریک ها را شنویم یا همه رقص از شدیم السلام علیکم مهمانان عزیز خواهران من امروز در این کاشانه زیبا چه روزی فراموش شونده گذرانده ایستاده‌ایم این روزی فراموش شونده این زادروزی اوسنم بوده است اوسن جان من شما انام خودم انام بطور ازبکستان تبریک میکنم همه وقت شما بولی سری علم بچه کدام بولی سری علم دیوری کدام صاحب و سلامت گرده از رو خودم دوری زرخی از لبانتان تبسم های شدید دور نکرده اوسن جان انام اوسنو تبریک میکنم شما 150 بهار بینه اوسن جانو لای حاج آمد شرید اوسن جان تبریک میکنم رحمت سلامت باشد تشکر بگیم برای همسیفه با مادر مرحبا بکنم Assalomu alaykum mehmonlar aziz. Hammadan xush omadinglar. Nuri didar tojisa. Mana imroz bugun sanobaroy. Ro'zi so'drozashuna kayside. Ana ilohi sari farzandlar qo'shonba. Sari nevarikoba, kelinoba, do'xtaroba, sari hamsinfonba. Az nomi hamsinfon. Az nomi hamma ahli oilomo. Diloshon bachi orzu havas boshad. Masuk tabrik میکنیم نیاکتون نیازهاتون برسید باجی هنر شوید وقتی که بچگاتون با تو دنیا بودنم باشید همواتون خوش آمدیدون رحمت اونده بودون با کمی اومد جوی میره ببینید رحمت در صحنه رفتنش نیست که خواهجان ها تازی در اینجا ما صبوتهای شوخ داریم شوخش و افتخار سلام برخانم چند سال شد این سال مکتب را تمام کرده باتون دارم همه همسیفا همیشه بر نمیدید که زادروزه دارم باید از 25 میبرم چند سالگی مکتب خطیب مکتب هیچ که خاطرش منست 40 سالگی همه یک جای جشن میگیریم فقط میرقصیش یک جای میرقصیم فرصتی میکنیم سلام برخانم زادروز مبارک باشد چقدر که گفتم 150 بهار عمر رو بینید ما آمده شما را هم از صفی یک دیگر کم نشد تبریک کردن نصیب کنه ببین و سلامتی باشد هیچ وقت مانده نباشه مرحمت
محصولات شغل برای شمایان زابرز مبارک باشد. مرحبا.
چیدن گلها را چیدن رفتم بسط تمنا آگه من از قفایش با احتیاط تو گردن آقی سر سرایش برگرد جانی بیدن دیدن را پیچوانش چاقر بروی بیگنده با دست و گل هنایش رجیب از خیال و دان از خیال میدن آن از خیال میدن رجیب از خیال و آن از خیال میدن آن از خیال میدن در باغ خیابی آن ماهی نو رسیدن آن ماهی نو رسیدن با من خوشحال میرم گلها را چیدن گلها را چیدن Yeah.
عزیز امروز ما صنوبرخانه را در جشن زادروزشان در روز تولدشان تبریک کردیم. همراه شما عزیزان با هم دیدیم. برای شما کیفیت خوش چکچکی تمام آرزوهای نیک را آرزومندیم. در پناه خداوندی کریم باشید. با ما باشید. با شبکه شهنام سلامت.